علی بندیه. ایران نه. فکر نکنه. اشتباه زدی. نه نیست چنین چیزی. چرا ایران داره اینقدر کمک میکنه؟ کشورهای حامی رژیم جعلی صهیونیستی. آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، کشورهای اروپایی. اینا رو بردارن. بکنم کلا آمریکا، انگلیس، آلمان. هلنده. ایران نه. ایران حامی مظلومینه. ایران نیست. نمیخوره اصلا. اینو اشتباه چسبوندی. از پایین شروع کنم یا بالا؟ 4 میلیارد دلار. 52 میلیون دلار. 353 میلیون دلار. 21 میلیون دلار. 3.5 میلیارد دلار. اندازه آمریکا داریم کمک میکنیم. داستانش چیه؟ بلند بخونیم. بر اساس برآوردها درآمد سالانه مربوط به برندهای اسرائیلی یا مرتبط با اسرائیل. تنها در بخش نوشیدنی‌های گازدار، آب معدنی مثل و دنون در ایران در سال 2024 چیزی در حدود 3.4 تا 4.4 میلیارد دلار تقریبا معادل 10 میلیارد. میلیارده. 350 هزار میلیارد تومان بوده است. غیر مستقیمه دیگه کمکش. پس یعنی دیگه نخوریم. فعلا عرفش اینه که میخوریم. با این آماری که شما دادید واقعا مصرفش منطقی نیست. تا قبل میگفتی کوکاکولایی که میخوری میریزه رو سر بچهای غزه، الان داره تو سر خودت میخوره. 80-90% مردم فکر کنم نمیدونن اصلا همچین قضیه هست. باید از خودمون شروع کنیم. از اون به بعد کوکا نمیخورم دیگه، تمام.